خودم مسئله خرمانی قد سواد داشتیم. این سال ما مقصد خرمانی استیم که بعد چی نیستیم؟ یک کس پول میتیم گوسفند میخره مقصد در خونه خودش بکشه بعد به خونه را بعد هم خرمانی قبول نشیده باشه. ها فقط وقتی که سرش میگیرد از نام شما گوید بسم الله الله اکبر این قربانی فلانی پسری فلانی گفت بسم الله الله اکبر تا سرش گیرد بعد گوشتش به خانتان آورده تیاد میشد. شرط نه که در خانتان شد. نه مقصد با گفتن که برای باید خونش در خونه خودت بریزه کو برای همونش گفتم که در دیگه جایی در قصاب خونه یا یگون برادر در خونهش بکشه و برامشی نباشه. سکسی داره چه میکنه؟ اگر در خانهش باید میشد از این اکثری مسلمان ها مثلا در اروپا در روسیه در اوکراین در مالداو اینا در حوالی زندگی نمیکنن. اینا در کجا میکشن؟ در همون قصاب خانه ها کشته میبینم. مثلا از بسیاری دولت ها جای کردگی هست تا اینکه یک بار گوشت تازه سلفان کرده میته برداشته میبید خانتان انده کشتن شرط نیکن. من تاجیکستان انده حوالی هست یا خیرسی انده آدمایی که حوالی دارد خوب است در حوالی خودتان کشید یک فیضش هست با یک گوسفند درخت و آویخته میمونید یک رنگورش دیگه. لیکن این خیلی یکان حدیث نیست که باید خون در خانتان برآورده شود. نه مهم از نام شما برآورده شود در تمام گوشه کنار دنیا. مثلا من بعضی کشورها من شویتسیه گوسفند کشتن منع است از نگاه قانون. چه میکند؟ دنیا رفته میکشد یا سپارش به اوکراین میدهد یا به یگان دیگر کشورهایی که قربانی کردن آسانتر است همونجا سپارش میدهد اونجا میکشد. مثلا شرط نکن. مهم همون مال شما جدا کردید از نام شما همون خون ریزانیده شد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. این نه گوشتش به الله تعالی میرسد نه خونش نه پوستش نه سر و پاش نه یگانجاش به الله تعالی نمی. الله تعالی به حاجت است. لیکن یگانه چیزی که از شما معلوم میشه این تقوا اطاعتکاری پایبندی به دین. اطاعت دین یعنی دین امر کرده است که ما رو قربانی کنیم. پیغمبری ما قربانی کردیم صلوات الله و سلام علیه ما هم میکنیم. همین چیز به نزد الله تعالی میرسد. مهم همین است. بله